بریم به سمت لحظات برتر بازی میان دو تیم بزکشی بدخشان و یما پترول. پرتاب داستان رسلانوف را ببینید که از چه فاصلی گساله را پرتاب کرد سمت دایره حلال. اینجا اولین امتیاز یما پترول توسط خوانتای به ارمغان آمد. امتیاز از دست داده را جبران بکنن، موفق نشدن. اینجا داستان رسلانوف امتیاز دوم را کسب کرد. پرتابی که توسط خوانتای انجام شد و امتیاز سوم یما پترول به ارمغان آمد و بدخشانی که امتیازگیریش برابر یما پترول طلسم شد. همچنان پرسرعت رفت سمت دایره حلال. پرتابش کارساز بود و تبدیل به امتیاز شد. در صدر گلزنان قرار داره داستان رسلانوف. نزدیک به 20-22 گساله را برای یما پترول با 2 گساله‌ای که امروز در برابر تیم بزکشی بدخشان کسب کرد به دست آورده و در صدر گلزنان دور سوم کمال نبیزاده تورنمنت بزکشی مزار شریف با حمایت درجه دوم فیصل خراسانی داره.